عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که من اراد الحج فلیتعجل. یعنی هر کسی که اراده حج کرد، هر کسی که میخواه به خانه خدا بروه، باید او را یگان کس منع نکنه. یعنی تیز سراسیمش به زیارت خانه خدا بروه، به خاطری که ما نمیدونیم که فردا چی گپ میشه. چه که الله سبحانه و تعالی میفرماید وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بیرد تموت. یعنی شما میگه فردا نمیدونین چیکار میکنین و نمیدونین که در کجا از دنیا میگذرین. یکی از یعنی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است که عبدالله بن عباس روایت میکنه، کسی که شرایط دارین پس حج از کلتون ساقی کنین. یکم دیمش که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. یعنی امام بخاری روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که از این عمره تا عمره دیگری الله سبحانه و تعالی تمام گناه ها را عفو و مغفرت میکنه و گناه های کوچک خداوند عفو و مغفرت میکنه. و الحج المبرور یعنی حجی که قبول میشوه لیس له جزاء الا الجنه. لیس له جزاء یعنی حجی که قبول میشوه برای یگان پاداش نیست که مگر جنت. یعنی در زمانی که حج شما قبول شده، حج فرضی، الله سبحانه و تعالی برای شما جنت آماده میکنه. با همون خاطر کسی که انشاءالله که شرایطی به زیارت خانه خدا دارن، یعنی عمره کسی که میخواد تا 15 ماه گرینسو هوین و بعدش محکم میشه، برای پر معلومات برای حج عمره رفتن به رقم های روی اکران انشاءالله مراجعه کنیم. برادرمون الهام دین از شهر مسکو انشاءالله که به حج روان میکنن. یعنی بسیاری ها سوال میکنن در اینجا که چگونه ما بفهمیم که حج ما قبول شده است یا نه. یعنی از قول علما بسیاری ها یعنی شرح میکنن همین حدیث ها را که لیس له جزاء الا الجنه، یعنی چه عمل هایی که بدی داشتن اون عمل ها را ترک میکنن. مثلا مثال بگیریم، بعضی ها عقارچی هستن، بعد از حج عمرهشون یکی فرضیشون اومدن چیکار میکنن؟ اون عمل های زشت خودش رو ترک میکنن. یعنی عمل ها بدگفتاری داشتن، بخیلی داشتن، بغض و کینه داشتن در دلهاشون، یعنی بین همسایه ها صله رحم بین خویش اقربا ها نداشتن. یعنی بخیلی بود همین ها را که از دلشون دور کنه، کبر و غرور حسد کینه را دور کنه و حقارت کردن، مثال سیگارت کشیدن، ناز کشیدن، همین چیزا را انشاءالله که بخواستی الله سبحانه و تعالی ترک کنه، الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ در پاداش این عمل هاشون الله واردی جنتشون میکنه. خوشا به حال اون حاجیانی که خانه خدا میروند انشاءالله که خداوند حج اونها را قبول میکنه. برای اونها یگان پاداش نیست انشاءالله که مگر که جنت. اون جنت یعنی چی قدر که اگر که ما وصف کنیم کمی. با همون خاطر دعا کنیم که کسی که انشاءالله به زیارت خانه خدا رفتیم دعا کنیم در حق ما هم، در حق مسلمانان هم، در حق مردم غریب، مهاجر، مسافر و ابن السبیل، کسانی که در راه موندگی هستند، کسانی که صغیره و یتیم هستند. خلاص گپ دعای مسلمان برای مسلمان انشاءالله که اجابت است. خوشا به حال اون حاجیایی که شرایط دارن به زیارت خانه خدا می روند و حج فرضی را از کله خودشان ساقی میکنند. یعنی بینای مسلمانی به 5 است، یکی از اونها این حج است برای انسانانی که شرایطشون هست، شرایط دارن، استطاعت دارن. و هم خاطر الله نگهبانتان باشه، خداوند در کسب و کارتان برکت عطا بفرمایه. کسی که انشاءالله رفتین در حق بنده دعا را فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.